قفسمون هم دیگه کامل شد، کامل با امیرعلی جان کامل کردیم دیگه. همه چیز چکار کردیم. اینم دری و تجهیزات داخلش هم درست کردم. تجهیزات داخلش رو درست کردم. اینم داخلشه، اینم پایینشه که درست کردم. 2 طبقه درست کردم که تعدادشون زیادتر شد تو 2 طبقه بدن. خب این سمتش هم بگیرم. این هم اینجاست. یه از آل و کلنگ و نوردبون و همه چی براشون درست کردم که دیگه همه چی دیگه من با چوب و اینا درست کردم. طراحی کردیم با امیرعلی دیگه درست کردیم. یه حی حاضر قشنگ شده. اینم پایینشه، اینم بالاشه. بالاخره این که دستمون میمد درست کردیم. بابا مهمون